5 تا غذا میخوام بهت معرفی کنم که خیلی سریع توی خونه لاغر بشی. ببین خیلی ها وقتی میخوان لاغر بشن، وقتی این ذهنشون تصمیم میگیره که لاغر بشیم، وزن ایدئالی داشته باشیم، اول مسیر جا میزنن. حالا چیه؟ به خاطر اینکه آقا میخوام لاغر کنم، با یه سری غذا رو برای یک مدتی نخورم، نبینم یا کم بخورم و ورزش‌های سنگین رو شروع کنم، برم باشگاه ثبت نام کنم، پیاده روی کنم، اونو نخورم، خیلی چیزهای دیگه. و همین اول مسیر کلا جا میزنن. یعنی ما اصلا مال این نیستیم، مال وزن کم کردن نیستیم، حسش و حالش رو نداریم، مثلا ناامید میشن، دل سرد میشن. و قبلا خودم هم این شکلی بودم و برام سخت بود و اما به یک نتیجه رسیدم، رفتم دنبالش تحقیق کردم که آقا ما چیکار کنیم که بدون حذف کردن هیچ غذایی استفاده کنیم از همه چیزایی که دوست داریم و بتونیم چربیسوزی داشته باشیم، نیاز به ورزش‌های سنگین و اینها هم نباشه. 5 تا غذا پیدا کردم که میتونه به تو کمک کنه که توی خونه بدون هیچ گونه مکانی رفتن، توی خونه از اونها مستمر استفاده کنی. حالا میتونی یکیشو استفاده کنی یا میتونی 5 تاشو، که به اون وزن ایدئاله برسی. پس بهت پیشنهاد میدم اگه میخوای لاغر بشی، تا آخرین ویدیو کنارم باش، خیلی خلاصه مفید بهت میگم، خیلی سریع بری انجامشون بدی. بریم که بهت بگم. اولین چیزی که میتونین توی خونه بابت لاغر شدن استفاده کنید تخم مرغ هستش. آره تخم مرغ کربوهیدراتش خیلی کمه و بالاترین و بهترین کیفیت پروتئین رو بهت میده، یعنی بهترین پروتئین رو توی خودش داره و میتونه روی چربی سوزی خیلی تاثیر داشته باشه. پس حتما از تخم مرغ استفاده کردن غافل نشو. در هفته حداقل 3-4 بار استفاده کن، یعنی هفته 4 تا تخم مرغ، در بدترین شرایط. زیادم خوب نیستا که تو یک ویدیو میگم اگه زیاد استفاده کنین چه اتفاقی براتون میفته. با یک تعادلی توی مصرف تخم مرغ داشته باشین. حله. این چیزی که باید استفاده کنی مارچوبه هستش. ببین مارچوبه خیلی عالیه، هم برای یبوست خوبه، همین که کلسترول بد رو از بین میبره، هم باعث میشه که ریهات پاکسازی کنه و سمزدایی کنه کبد تو که جلوگیری کنه از کبد چرب و به چربی سوزی هم کمک میکنه. یعنی خاصیت خیلی زیاد داره. یکی از خاصیتاش همین چربی سوزی هستش که میتونی استفاده کنی. همونطور که اول ویدیو گفتم میتونی از هر 5 تاش استفاده کنی، جوری برنامه بچین که توی هر هفته انتخاب کنی، چرخشی استفاده کنی، یا میتونی یکیشو انتخاب کنی. این حواست باشه. مورد سوم گوشت قرمز هستش. آره درست شنیدی، اما اون گوشت قرمزایی نمیگم که تصویر شده هستش یا اون سوسیس کالباسای آماده، همبرگر آماده. منظورم این نیست. منظورم از اون حیوان یا گاوی نیستش که توی یه جایی توی فضای بسته به اسم کارخونه هر چی که خودتون میدونین اونجا هستش، اصلا رنگ بیرون نمینه، اصلا رنگ علفو نیده که بیاد بیرون 4 تا دور بزنه، 4 تا با رفیقش صحبت کنه، که توی فضای بسته چند تا غذا براش میریزن. این گاو نیست. این گاو کلا هیچ گونه تحرکی نداره کلا. ببخشید دفترم افتاد. و منظورم از این گوشت نیست. و بهترین گوشت در حال حاضر یعنی از غذا قرمز گوشت گوسفند هستش. گوشت گوسفند خب گوسفندایی هستش که تو طبیعت رها میشه. اگه شما شمال بیان، تو این جنگلی که هستم تو شمال هستم، اگه شما شمال بیان ببینید میبینید که گوسفندهایی هستن که تو طبیعت رها هستن، دارن غذا میخورن، علف میخورن. و از نظر من بهترین گوشت قرمز گوشت گوسفند هستش. کربوهیدراتش صفره و به چربی سوزون هم کمک میکنه. حالا بله اینکه کلی مواد معدنی داره که برای بدنمون مورد نیازه. گوشت گوسفند بهتون پیشنهاد به جای گوشت گاو از گوشت گوسفند استفاده کنین، چون رهاست تو طبیعت اما گاو نیست. حالا شاید شما گاوهایی پیدا کنید که تو طبیعت رهاست، اما کمه. اگه بتونید پیدا کنید مشکل نیست، از اونم کم استفاده کنید. اما پیشنهاد من به شما برای اینکه چربی سوزی براتون استفاده متعادل از گوشت گوسفند هستش. مورد چهارم ماهی غزل‌آلا هستش. ببین بهترین ماهی هستش، توش امگا 3 فراوانی داره و بدن ما یک مشکلی که داره، مشکل نمیشه گفت، امگا 3 رو تولید نمیکنه. ما نیاز به این ماهی غزل‌آلا داریم که هفته‌ای حداقل 2 یا نهایتاً 3 بار از ماهی غزل‌آلا استفاده کنه و این امگا 3 رو وارد بدنمون کنیم که بتونه بدن ازش استفاده کنه. امگا 3 خب برخلاف خاصیت‌های زیادی که داره، روی چربی سوزیتون خیلی تاثیر میذاره و شما رو خیلی زودتر به اون وزن ایدئالتون میرسونه. آخرین مورد که همون مورد پنجم میشه، استفاده از روغن‌های سالم هستش. ببین تا هر چقدر زور بزنید، یعنی تا هر چقدر میتونید از روغن‌های صنعتی استفاده نکنید. ببین کلا اصلا اگه شما از فرایند روغن‌های صنعتی آگاه بشی، هرگز بهش لب نمیزنی. ببین اصلا هیچی ازش باقی نمیمونه. اگه بخوام در یک کلام بهت بگم، تنها چیزی که یه آبه که اونم میریزی شبیه روغن سریع تبخیر میشه، همین. هیچ خاصیتی تو اون روغن نیست، هیچی هم توی بدن جذب نمیشه جز کلی ضرر. خب اما خیلی‌ها مجبورن در از این روغن استفاده. اما تا هر چقدر میتونی روغناتو تغییر بده، از روغن‌های سالم استفاده کن، مثل روغن زیتون، مثل روغن‌های حیوانی، مثل روغن دنبه.
من توی روغن حیوانی دنبه رو خیلی دوست دارم و بهتون پیشنهاد دنبه استفاده کنید. خب توی اون روغن اگه حوصله روغنای حیوانی ندارین، روغن زیتون عالیه. کلا هر کدوم از چه روغن حیوانی چه روغن زیتون استفاده کنیم، چون سالم هستش، بدنتون کمک میکنه و شما رو هدایت میکنه به اون وزن ایدئال برسونید بدون هیچ گونه دردسر و سختی. خب و به هیچ عنوان از روغن صنعتی استفاده نکنید. و نکته مهمتر، از یه روغن 10 بار استفاده نکنید. مثل این فلافلی ساندویچی هستن، مثلا از یه روغن 10 بار استفاده میکنن، کلی فلافل باش درست میکنن. این اشتباهه. حالا یه سرشون میگه آقا ما دیگه کارمون همینه، مجبوری. حداقل تو کاری که چی، توی خونه این کارو نکنید. بگین حیفه، بذار یه بار دیگه ازش استفاده کنم، شبم باش چیزی درست کنم. نه، هر کدوم یه ظرفیتی داره و بیش از حد از این روغن استفاده کنید، یه سری مولکول‌ها آزاد میشه که برای بدن ما سمه و ضرر داره و سرطان‌زاست کلا دیگه، خودتون میدونید. پس این کارو نکنید و امیدوارم اطلاعاتی که دادم تا اینجا براتون مفید بوده باشه. یکیشو یا همشو انتخاب کنید، استفاده کنید توی زندگیتون. قطعا بهتون قول میدم تضمینی نتیجهشو میبینید، چون خودم انجامش دادم، تست کردم، رو کلی آدمم معرفیش کردم، گفتم به شما معرفی کنم اگه دنبال لاغر شدن هستی. و اگه میخوای آموزش‌های بیشتری از من داشته باشی، حتما کانال منو سابسکرایب کن و خوشحال میشم برام کامنت کنی. اگه مشکلی، سوالی داری، این زیر برام بنویس، من در مورد اونم واسط ویدیو میسازم. یعنی هر کدوم از کامنت های شما اگه ببینم خیلی پرتکرار باشه، حتما در موردش ویدیو میسازم. فقط حمایت کنید، کامنت بزنید و تا ویدیو بعد، خدا نگهدار.